خاریشک یا با زبان روسی چیساتکا بیماری سرایتی پوست بوده در میان مردم از دوره‌های پیش تا به این دم وجود دارد. این بیماری از حیوانات خانگی نیز به آدم سرایت یافتنش ممکن است. طبق اطلاع دکتران بیشتری حالت از سگ به آدم میگذرد. قسم زیادی آدمان خاریشک را از الرژی فرق نکرده به خود تبابت کنی مشغول میشوند. احسان عبداللهیف مدیر شعبه امبولاتوری بیمارخانه کلینیکوی بیماری‌های پوست فرقیت بین بیماری خاریشک و بادی گرم یعنی الرژی را چنین شرح داد. برای اون در بیگاهی که در وقتی بیگاه یا گرم شده اون در تگی پوست شدشنی کلش میگیم که کنه خاریشک هست همون وای چیز وای میشد به سرانجام میشد برای اون بیگاهی خاریش میتید. سبب فرقیت خاریشک از الرژی شب و روز میخورد. خاریشک باشد فقط در وقت بیگاهی یا گرم شدن خاریش میاد. اون کنه خاریشک به سرانجام میشد خاریش میتید. وقتی در عائله یگان نفر از اعضای خانواده به بیماری خاریشک گرفتار میشوند آن را از روی خاریشش الرژی گمان میکنند و این یکی از سببهای آریزه دادن خاریشک میگردد. طبق معلوماتی که از شبکه جهانی گوگل پیدا نمودیم در عصر 20 5% اهالی جهان به بیماری خاریشک مبتلا گشتند. به این بیماری پیشتر کودکان و کلانسالان گرفتار می شدند اما الان از بیماری خاریشک به دکتران پوست سن و سال گوناگون مراجعت می کنند. برای اون که آدم‌ها در وقتش مراجعت نمیکنن و دکتری درکاری یا بعضی دکترایی که در ناحیه هستن نمیفهمن و میتونن داروهای برای الرژی میتونن در این وقت و بیماری به همه و عائلوی میگذرد. از آمده ایستن عائلوی آمده است یعنی عائلوی خورنده عائلوی تبابت کاسیم. این خاریشک را باید یک جای وقتی که عائله شد همه یک باره تبابت میگیرد بعد صحت میشه. اساس پیدایش بیماری خاریشک این از افلاسی بوده حتی در وقت چیدن پخته چنگ آن سبب این بیماری شده میتواند. وقتی یک نفر از اعضای خانواده به خاریشک گرفتار می شود تمام اعضای عائله نیز به احتمال خاریشک مبتلا شدن دارد. بیماری خاریشک خطرناک نباشد هم در وقت بی‌ایست خاریدن اعضای بدن بیمار اذیت میکشد و در حالت زیاد خاریدن به پیدایش خراش ها و آبله های سرخ در بدن میگردد. تبابتش بیر وقتتر شد آریزه ها میتید اصلاجنه نمیتید دستا قوتش گناه نیشکاوی و ها میبرد ماده میکنن اگه صحت شونده بیماری صحت شونده وقتش به مراجعت کنن تیز صحت میشه. در وقتی سنجش گرفتن خاریشک یافتن اکسترن ازویشن میگن ازویشن میتیم سانیفیسانس باید رفته دزینفکسی کنن هرکی خانه اون واوی. دکتران پوست و بیماران خاریشک بیشتر داروهاری‌های مالیدنی را توصیه می‌دهند. راه درستی پیشگیری از بیماری خاریشک این به تازگی رعایت نمودن، لباس کسیدگرانه پوشیدن است. در حالت زیاد خاریدن پوست بدن باید لباسهایش را در آب جوشاند یا بعد شستن باید درزمال نماید. تنها با این راه میکروب‌ها را از لباس میتوان دور کرد. در حالت گرفتار شدن به چیساتکا یا خود خاریشک بیمار باید به دکتر مراجعت نماید. از روی توصیه درستی دکتران اگر عمل نماید در مدت کوتاه بیماری از بین می رود. گزارش سومن حمید و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.